شما بعد چندین آهنگ داری برای اولین بار پارچه پشتو میخواهید. من بزرگتر به این طرف تصمیم داشتم آهنگ به زبان پشتو بخوانم. شما می‌فهمید که زبان مادری ما پشتو است، ما دوست دارم که پشتو بخوانم. از یک طرف خوب شد که این مشکل رفت شد. از طرف دیگه من می‌خواستم کار به جنجال بکشم شما اکثر به این بگوید. خب گفتم من خلاص نشد آقای فلان. ادامه بدید. انگیزه دیگه که مرا وادار ساخت پشتو بخوانم تقاضای مکرر اعتراض زیاد شنونده‌های عزیز بود. خب من گذاشتم لطفاً شروع کنید که وقت نه و دیگه اینکه چندی قبل در پروگرام انانسر آماده کرده بودم که ما پشتو میخوانم و خدا کنه این پارچه پشتوی من به صفت یک ارمغان از جانب من مورد پذیرش شنونده قرار بگیره. خوب شد که به آقایتون وفا کردیم و طرف دیگه زبان شما خوب در نطاقی میگرده. بهتر نبود که نامسری پروگرام شما با بودن میگه و شما وقت دارد بسیار لك